فاطمه سا گریان میکرد و پیغمبر علیه السلام گفت چرا گریان میکنی؟ قربان شما میرین من دل میرم. گفت خب تو هم میری؟ گفت میدانم که من میرم و او دنیا دنیایی است که من خیلی از شما دور هستم یا رسول الله. پیغمبر علیه السلام برش گفت که بیبی جان بر خطا نشو در میدان محشر. نزدیک خواستش با گوشکش گفت که بیبی وار خطا نباش تو با پدرت میباشی. بی فاطمه اشکار پاک کرد ولی میخنده، خوشحال است. در وقت جان کندن پدر خوشحال شده. بیبی عایشه گفت چه گفت پدرت؟ پدرم گفت که دخترم با من روز محشر یک جای حشر میشی. چی سعادتی بزرگی برای من عایشه. یک بار عایشه در گریه شد و هر کس هم باشه در گریه میشه و قهرش میآید و غیبتش شور میخوره که چرا منی. پیامبر گرامی اسلام یک درود سرشار برش بخوانید. نه تو کی میشه که هم مگیتان به یک آواز صلی الله علیه. چرا گریه میکنی مادر مسلمانان؟ کسر گفت که شما به این وعده دادین به منه. رسول علیه السلام اندکی تکیه داشت، از جا خود راست کرد گفت عایشه فاطمه تنها نی، تو هم تنها نی، یاران ما هم تنها نی، تمام امت ما که راه مرا بیایه در میدان محشر با ما یک جای حشر میشه. بعد بیبی فاطمه گفت یا رسول الله در میدان محشر شما را به کجا پیدا کنیم؟ مادران اسلام بشنوین و برادران بزرگوار کجا هستی؟ گفت از قبر که بخیزی ما سر ترازوی میزان استارستون دختر. گفت پدر شما سر ترازوی میزان چی میکنید؟ شما خوب گناهگار نیستین که سر ترازوی میزان و اعمال شما وزن شود؟ و بچیم برای امتای خود ایستاد میشون که رویشان سیاه کده که اونجا جای وزن کردن است. اگر شفاعتی بتوانم، اگر حمایتی بتوانم، دعای به الله کنم که امی امت ما ثوابش بیشتر شوه. و اگر دختری هوشیار دیگه دختری کی است؟ بله دختری رسول خداست دیگه، فاطمه رضی الله عنها. زیرک گفت پدر اگر اونجا نبودی؟ گفت که نزدیک پل صراط. پدر اونجا شما چی میکنین؟ گفت بچم دختری عزیزم امتایم قرار باشه به جهنم بغلت دست چه میگیرم به این دست میگیرم، اما با خلا و خطا نشی که یک نفر دست چند نفر میگیره. او دستی ما دستی تو نیست، دستی رسول خداست. لک لک تا رو میگیره و به جنت روان میکنه. بگوین الله اکبر انشاءالله. گفت پدر اگه اوجا نبودی؟ گفت به این دوزخ میرم. پدر در دوزخ چی میکنه؟ گفت در اون دوزخ پشت امتایم میرم. امت شنیدن، امت